قسمت 80 سریال خواهران و برادران شاهد یک اتفاق جذاب و دیدنی بودیم. در این قسمت آسیا و دروگ در حال چسباندن پوسترهای یک خواننده بر روی در و دیوار شهر بودند. آسیا در حین این کار به دروگ گفت یعنی امکان دارد زمانی ما هم مشهور شویم و دیگران پوسترهای ما را روی در و دیوار شهر بزنند و برای حضور در کنسرت ما تبلیغ کنند. دروگ به آسیا جواب میداد چرا امکان ندارد، قطعا یک روزی ما هم مشهور و محبوب میشویم. و بعد از آن دروگ شروع به رویا پردازی در مورد آینده خودش و آسیا می کند. در رویای دروگ می بینیم که دروگ و آسیا تبدیل به خواننده های مشهوری شدند و همه آنها را می شناسند. آنها یک کنسرت برگزار کرده و همه برای دیدن آنها و شنیدن صدایشان به آنجا می روند. در کنسرت آسیا و دروگ با صدای زیبای خودشان تماشاگران را به سر ذوق و هیجان می آورند. از آن طرف طرفداران مرتب به سراغ آنها رفته و از آنها درخواست امضا و عکس یادگاری می دهند. همچنین می‌بینیم که دروگ و آسیا ازدواج کردند و زندگی عاشقانه و شادی دارند و از ازدواج خود نیز صاحب 4 فرزند شدند، 3 دختر و 1 پسر. آسیا و دروگ در کنار فرزندان خودشان به عمارت لکشری و گران قیمتشان می‌روند و زندگی عاشقانه و شادی را در کنار هم سپری می‌کنند. و این رویای جذابی است که دروگ از خودش و آسیا در ذهنش تداعی و بازسازی می‌کند.